با من کاری داشتین سرورم؟ آره رئیس، بیا بشین، میخوای موضوع مهمی رو بهت پیشنهاد بدیم. ممنون سرورم، همینجا راحتم. راستش رئیس، من و جمونگ تصمیم گرفتیم برات زن بگیریم. چی؟ ولی من قصد زن گرفتن ندارم سرورم. آخه چرا؟ واسه چی میخوای تنها و سینگل بیمونی؟ راستش سرورم، من به زنها زیاد فکر نمی کنم. یعنی چی؟ نکنه زدی جاده خاکی؟ نه لطفاً اشتباه برداشت نکنید سرورم. منظورم این بود که الان دیگه وقتش گذشته. ببین موپلمو، بهانه نیار واسه ما، چون واسط یه زن خوب سراغ داریم که اگه اونو بگیری هم ثواب میکنی و هم از تنهایی در میای. منظورتون چیه؟ ببین رئیس، اون زن که هست تایپ خودته، اما چون کافره اگه تو اونو بگیری شاید از بت پرستی بیاد سمت یکتا پرستی. اما سرورم، ببین رئیس، اما و اگر نداریم، همین الان زنگ میزنیم و واسه خواستگاری هماهنگ میکنیم، شما هم برین یه صفایی بدین به خودتون که مرتب به نظر برسین. خب پس منم برم گوشیمو بکشم از شارژ و یه زنگ بزنم که واسه فردا هماهنگ باشیم. سلام بر دوست قدیمی و یار جنگی من. حالتان چطور است امپراتور؟ سلام عشقی داداش، من خوبم، شما چطوری؟ بانو زولیخا و جناب پوتیفار خوبن انشالله. خوبم خدا رو شکر. سلام دارم خدمت شما. چه عجب یادی از ما کردین. راستش میخواستم ندیم بانو زلیخا رو واسه استاد موپلمو خواستگاری کنم و اگه اجازه بدین ما بیایم واسه خواستگاری. بسیار کار نیکیستین اقدام. اما از آن جایی که کاری ماما ندیم بانو زلیخا هست، شما باید از ایشان اجازه بگیرین، نه از من. آره راست میگی، ولی از اونجایی که خودت همه کاره ای پس بهتره باهاشون حرف بزنی. منم فردا میام به سمت مصر تا این دو غنچه نیمه پژمرده رو به هم برسونیم. اگرچه مسئولیت سختی است، اما بسیار خوب، این کار را میکنم. مرسی برادر، پس میبینمت فردا. درود بر بانو زولیخا. درود بر تو عشقم. چه عجب خودت آمدی نزد این جگر سوخته. لطفاً خود را کنترل کنید بانوی من، زیرا من کار دیگری داشتم. بگو عزیزم، چه میخواهی از من؟ راستش چند لحظه قبل امپراتور جمونگ از گوگوریو زنگ زده بود و از من خواست که نزد شما بیایم تا این مطلب مهم را بگویم. بسیار خوب، میشنوم عشقم. امپراتور جمونگ قصد دارد ندیمه شما را یعنی کاریماما را برای رئیس موپالمو خواستگاری کند و از من خواست که به شما بگویم فردا آماده باشید برای این امر خیر. پیشنهاد خوبی است، زیرا رئیس موپالمو مرد سخت کوشی هست و همیشه ایشان را در حال ساخت شمشیرهای فولادی دیدم. خیلی ببخشید اما من قصد ازدواج ندارم. خاموش باش. تا کی میخواهی این چنین سینگل بمانی؟ موپالمو مرد خوبی است و میتواند تو را خوشبخت کند. اما بانوی من، او یکتا پرست هست. من چگونه میتوانم با او کنار بیایم؟ چه اشکالی دارد؟ تو آمون را پرستش کن، او نیز خدای خود را پرستش میکند. اگرچه فکر نکنم که این گونه پیش برود، اما بهتر از فردا این مطلب را از اول واضح بسازیم که بعداً به مشکل نخوریم. آری، فردا که آمدن برو همراهش حرفایت را بزن. اگر به توافق رسیدین ازدواج کنید، اگر هم نرسیدین ازدواج نکنید. بسیار خوب بانوی من. بسیار خوش آمدین که این گونه ما را سورپرایز کردین. اگرچه دیروز هماهنگ شده بود و امروز اومدیم تا این دو غنچه عاشق رو به هم برسونیم. بسیار کار نیکی کردین جناب جمونگ و من فکر میکنم که این دو نفر خیلی به هم میان.
آنکه 100% بانوی من، چون جناب موپالومو انسانی آرام و کم سخن هستند، ولی کاریماما به اندازه 4 نفر سخن میگوید. پس این دو کبوتر عاشق میتوانند زوج خوبی برای یکدیگر شوند بانوی من. آره، به نظر من هم این دوتا خیلی ترکیب جالبی میشن و باعث اتحاد بین گوگوریو و مصر میشن. خب بهتر است که قبل از هر چیزی عروس خانم چای را بیارن تا بعدش برویم ادامه صحبت‌ها رو بازگو کنیم. کاریماما، چای را بیاور. خب حالا که عروس خانم چای رو آوردن، به نظرم بهتره که استاد موپالمو و کاریماما برن بیرون و با هم حرفاشونو بزنن. آری، اینک باید با یکدیگر سخن بگویند. کاریماما به همراه استاد موپالومو به حیات قصر بروید و آنجا صحبت‌های خود را بازگو کنید. پیشنهاد می دهم که به اتاق 7 در بروید. نه، آنجا را بیخیال بانوی من، زیرا خاطره خوشی ندارم از آن اتاق 7 در. همان حیات بهتر هست، زیرا جناب موپالمو همانند من نخواهد بود و امکان دارد حتی کلیدها را نیز مخفی کند. آری، من نیز با نظر یوزارسیف موافقم. بهتر است به حیات بروند. آیا می توانم جویا شوم که شغل شما چیست؟ بله، من رئیس اسلحه سازی کشور گوگوریو هستم بانوی من. خوبه. آیا ماشین و خانه هم دارین؟ ماشین که ندارم، ولی یک موتور سیکلت هوندا دارم که اصل ژاپونه و یک خانه معمولی در نزدیکی قصر امپراتوری. بیکاش ماشین هم می داشتید. اما اینک که ندارید اشکالی ندارد و دیگر این که برای مهریه چقدر حاضرین هزینه کنید؟ مقداری نمک و غلات ذخیره دارم که میخواهم آنها رو برای مهریه شما هزینه کنم بانوی من. غلات چیه؟ من طلا می خواهم. باید به اندازه تاریخ تولدم سکه بنامم کنی. ببخشید که اینو میگم، ولی من از طلا واسه ذوب کردن و ساختن شمشیرهای فولادی استفاده میکنم. یعنی میخوای به هم مهریه ندی؟ ببینید بانوی من، اگه قصد ازدواج داشته باشی که به همین مقدار غلات و نمک هم قناعت میکنی، وگرنه این چند سالی هم که از عمرت باقی مونده رو باید به خیال پردازی سپری کنی. افسوس که در جوانی خواستگارانه پولدارم را رد کردم، وگرنه به این مرحله از صحبت کردن با شما نمی رسیدم. حالا کلاس نذار واسه منم در جوانی دخترهای زیبای چوسان قدیم رو نادیده میگرفتم که امروز به این مرحله رسیدم. ببخشید، ولی این کلاس نیست، سبک زندگیمه. خب میگم بیا به جای این لاف زدنها بریم سر اصل مطلب. حالا جواب شما چیه بانوی من؟ قبول میکنید که بریم زندگی مشترکمون رو شروع کنیم یا خیر؟ از آنجایی که من هم آشپزی بلد نیستم، احساس میکنم که به معیارهای شما همخوانی داشته باشم. اشکالی نداره، چون از اونجایی که من صبح تا شب داخل قصرم، سعی میکنم ناهار و شام رو از اونجا بیارم. بسیار خوب. پس اگر همین کسانی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن ویدیو رو لایک کنن و کانال فان پروژه رو سابسکرایب کنن، جواب من هم مثبت است. دوشیزه مکرمه، آیا بنده وکیلم که شما را در بدل مقداری غلات و چند کیسه نمک و یک ذره تمام فولادی به همراه یک شمشیر فولادی به عقد دائم موپالمو در بیاورم؟ عروس رفته گندم بچینه. برای بار آخر میپرسم، آیا بنده وکیلم شما را با این مقدار نامشخص غلات و نمک و ذریح تمام فولادی به همراه یک شمشیر فولادی به عقد دائم موپالمو در بیاورم؟ عروس رفته گندمه ها را به سیلو ببرد. این چه رسمه مسخره‌ای هست؟ مگر نگفتم برای بار آخر میپرسم؟ عروس خانم، این بار دیگر تکرار نمی کنم. آیا بنده وکیلم به این چیزهایی که گفتم شما را به عقد این شخص در بیاورم؟ با اجازه بانو زلیخا و جناب پوتیفار و کاهنین معبد آمون، بله. جناب آقای موپالمو، آیا بنده وکیلم که شما را به عقد دائم دوشیزه کاریماما که هیچ هنری هم ندارد در بیاورم؟ داماد رفته شمشیر بسازه. برای بار آخر میپرسم،
آیا بنده وکیلم که شما دو زوج کهنه پیر را به عقد دائمه هم در بیاورم؟ دوماد رفته نمک بیاره. بانو سوسانو بس است دیگر. جناب داماد آیا به من وکالت می دهید؟ با اجازه امپراتور جومونگ و بانو سوسانو؟ بله. خب اینک شما با یکدیگر محرم شده اید. آیا برای ماه عسل جایی را مد نظر گرفته اید؟ آره. میخوام همسرمو اول ببرم به سمت اهرام جیزه و بعد بریم به سمت گوگوریو. برویم عشقم. بریم عزیزم.